دوست اوه دخترک کباب میده خطقیت شما دختر بلوز شام پوشیدی وی بلوز نیست ببخشید لباس بدر سکاپاست بلوز قسم نایباد خد دفتم دوست دیدی نگو خطقیت کباب شام که یک دقیقه باش نیست دو پامپر نشان داد نفره اوه خدا چی رو دارد مشکل در زیر متسکیل نکنی خدا نه سلام دوست عزیز امیدوارم جور و صحت و سلامت باشید دوست عزیز بازم در برنامه زنگوله خنده خوش آمدید من ایمان امینی مخلص شما دوست عزیز اسم کامنت همیشه میگم که یک هفته بعد من خدمت شما تو ویدیو جالب و تایید لب جپی شما تهیه میکنم بازم من یک ویدیو که لب جپی دوست عزیز تهیه کردم دیگه که ببینید کیف کنید بخوش کاملامت بایستون ویدیو دم نفسایتون جانم بادا دوست عزیز لایک و سابسکرایب یادتون نره و هفته پیش من خود دیگه گردن بستگی داده بودم چون دوست عزیز دیگه لایک سابسکرایب مدام کنید تا اون زنگوله‌تون بزنید دیگه دم نفسایتون جانم دوست عزیز میریم طرف ویدیو این دوست عزیز شروع شد دوست عزیز اوه دخترک کباب میده خطقیت شما دختر بلوز شام پوشیدی وی بلوز نیست ببخشید لباس بدر سکاپاست بلوز قسم نایباد خد دفتم دوست دیدی نگو خطقیت کباب شام که یک دقیقه باش نیست دو پامپر نشان داد نفره اوه خدا چی رو دارد مشکل در زیر متسکیل نکنی خدا نه شویم من این دوست عزیز اینجا شروع شده بیشتر سرفیلمی بود دوست عزیز اوه زرد پوشیدی بدر منطقه را خرابی نکنی بچه ده کباب خوب کباب درقگی همه قسم می باشه دیگه بعد دوست عزیز چی رو میگم دایلو رو میگم فهمیدی دوست عزیز افغانی نمیگم درقگی کباب میشه در افغانستان دو سایکی تو نفر سایکو بگردم بچه ما آفرین آزاد هستی بچه ده آفرین پرد خدا زیری موتر که آفرین نلکن صاحب دکان کریست بل یاد خدای چی رو دانست محل حادثه را ترک کرد بله یک سیریال که بود نید افغانستان یادش بخیر فرار از زندان دید فرار از دکان اون صدقه دکانش هم کجا رفتی او زد فروش نه سیای مشکی آمد دوست عزیز گفته ای دنیا سیای بدتلت خدا آمد او بدتلت کباب نیست ده کباب بچین 5 دقیقه توالت میگیرم با زور خدا که لاشت نفتد کورون که آدم نفس های جانم بکش بچه پمپر ها جان پدر سایکو آفرین پمپر کباب بیده میگه بابیم پمپر کباب صدقیت آفرین بگردم که بدن نمولی خورترک شامپای گلم فروش بچه خورده نظیر زینت نامه میده در دانوال کبود که موتر دیره این سیاسرک دم شروع کنم دوست عزیز سیاسر آمد والا بیچاره یا معیوب است دستک شخ مانده دوست عزیز توبه داریم حال دست ما شخ نمانه بل یاده خدا اوه الو دیدی پمپره همشیره دیدی پمپره در روی تمخت کباب میفیده سر کباب میفیده آفرین بگردان آفرین بچین آزاد هستی آزاد دو لغته دی در زیر رکشا کو خدا زیر موترکا کو می خواب در سر کده کباب دل ما بد کردی تو باش که میگه زور وقت نمیرسه من خوشیاستر هستم بیادر کلان مسادا کنم دو لغته بزنی او سیای بدتلت صدقیت شم او صدقیت سیایت شم او سیاه فروش او زاق دم سفید او سیاه پتنگ نو پامپر دید یام بره خداوند این کباب قسط نصیب مومن مسلمان میکنه آفرین ده دکان شکل بلغفه ده چیز تطبیق شد چپکو آفرین ده بلغفه ده شد داده خوار مادر شد داده آفرین دیگه دست ما شما خود چیز نمه غیر دولدان دیگه چیز دست ما نمه بزوری خدا بگردم بسید مازاد هستی من نقید کلش از خودت هست خوب خوشتون آمد یا نه راست بگید دوست عزیز من خود کیف کردم بسیار جالب بود دوست عزیز نفر پمپر زده بود بعد کباب مزرم از این قسم یک ویدیو دیگه هم پر کرده بودم دوست عزیز به شما اگر یادتان آمده باشه به خاطر که جالب بود بازم یک ویدیو دیگه شد
همکسمی جور کردم. دوست عزیز مدام امید است که خوشتان آمده باشه. مدام لایک و سابسکرایب میگم که فراموشتان نشوه. اون زنگولک هم بزنید. ما گفتگان تا تشویق شیم که بیشتر برنامه جالب دینی بر شما دوست عزیز تهیه کنم. جانم هستی یار زنده و صحبت باقی دوست عزیز تا برنامه بعدی انشاءالله دست میدهیم. رفتیم منگل بچه بگی یک دو خوراک شامپوی گلال مذاق کنم دوست عزیز جدی نگیریم.